یک خواهر دیگر هستند اینجا. بفرمایند. مرحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. با عرض سلام به تمام شنوندگان و مجری محترم اپای سایمه، انشالله که خسته نباشید. پیش از همه میخواستم ابراز نظری خود رو راجع به موضوع صحبت کنم که چرا محض کشور روس و کشورهای دیگر نه، که در برابر این همه کشورها تاجیک ها همیشه شاید که از طرف حکومت هم بعضی از مثلا روید و چیزهای دیگر هست، اما خود مردم هم خیلی زیاد روسیه رو انتخاب میکنن. این رو هم باید از حق نگذاریم. حتما اول باید سببهایش رو هم بگویم که اول شده ما با روسیه سالهای زیاد در اتحاد شوروی زندگی کردیم و گویا که خود مردم تاجیکستان الکی خدا عضو یا جزء از روسیه میدونن، چون پدر بزرگ و مادر بزرگ اینها همه از روسیه و اتحاد شوروی صحبت میکردن و اگرچه زبان روسی رو ندانن هم میگوین ما دیگر این رو در مکتب ها آموختیم و ما از آنجا بودیم. یعنی مردم این رو هم خود رو در آنجا بیگانه حس نمیکنن تا حدی. چیزی دیگر مسئله حقوق یا پولی که معاشی که یک مردکار از روسیه میگیرد متاسفانه در کشورهای دیگر خیر میگویم بجز اروپا، مثلا در کشورهای جزیره عرب یا در ترکیه یا در کشورهای آسیای میانه مانند کشورهای همسایه به دست آورده نمیتواند و تا حد اگرچه سنگکاری هست و کارها مشکل است در روسیه، اما حقوق خوب هم میگیرند و در مدت 3 ماه 4 ماه هم میگیرند. مثلا در ترکیه که الان من سکونت دارم، اون معاشی که در 4 ماه یک مهاجر میگیرد اینجا باید تا 2 سال کار کرد. اون هم کاری که به اندازه 12 ساعت و 10 ساعت و 8 ساعت است و هر کسی که در اینجا کار کرده است اگر تاجر نباشد این رو خیلی خوب میداند. مسئله دیگر البته مسئله بود و باش در روسیه است. تا حد اگرچه در آنجا محدودیت ها وجود دارد، اما نه به اندازه اروپا، نه به اندازه کشورهای مثلا عرب و اینها که برای یک خریدن یک ویزا اگر خودی حکومت یگان کوتا چیزی نداشته باشد، برای یک مردکار خیلی سنگین است که به آنجا سفر کند. برای همین هم اول باید به مردکار بیچاره حق بدهیم که او چرا محض روسیه رو انتخاب کرد نه کشورهای دیگر رو و او رو مجبورش کردن و یا شرایط روسیه برای او مساعد است و یا اینکه در حقیقت از انصاف نگذاریم پولی که از روسیه مردکار به دست می آورد آسان‌تر است از پولی که در خود اوکراین یا در ترکیه یا در دیگر کشورها هست. اولا این چیزی دیگر البته که حتما چگونه که بعضی از کشورها مثل ازبکستان همسایه یا حتی قزاقستان هم گوییم خیلی که به مردمش غمخوری میکند، باید کشور ما هم کرده باشد و تا حد روابطش رو با دیگر کشورها قوی کند که دیگر کشورها همچون یک مردکار محتاج به گفت خودمان مسکین گدانه و همچون یک کارگر با احترام قبول کنند و علل خصوص کشورهایی که مثلا تا حد به فرهنگ ما نزدیک هستند مثل ترکیه که مثلا مردمش هم مثل مردم ما مسلمان هستند، اگرچه اینجا هم اختلاط عقایدی و این چیزها هست اما تا حد از اروپا و روسیه بهتر است. یا بعضی از کشورهایی که مثلا اکثریت در آنجا مسلمان ها هستند یا حد اقل به تاجیک به یک نفری شخص دست دوم یا نفری که پایانتر از خود است یا گفتیم به نفری پوستی ها نگاه نکنن، چگونه که در روسیه میگویند پوستی ما سفید است و با پوست حتی نام میبرند از تاجیک ها. ولیکن برابر این حتما باید گفته شود که برای تاجیک ها هم الکی چی شد، عادتی شد که آسان ترین راه برایشان روسیه است. هرچی باشد شناس در آنجا زیاد است، ما سالها در آنجا هستیم و در آنجا برای ما به این که ریسک کنیم یا گفتیم یک توکل کنیم و به اروپا و به جای دیگر رویم و خود روسیه می رویم. اما حتما راه های منفیش هم هست که دیده ایستادیم سال از سال به جای این که کشور تقدم یابد برعکس شده ایستاده است. فرار مغزها چقدر از دکتر و پروفسور و دیگر صاحبان علم ما دارن در روسیه بهترین معلم میشوند، بهترین دانشجو میشوند، بهترین ورزشگر میشوند. تاجیکستان خالی از این چیزها است و به جای اینکه دیگر آر کنیم ناموس کنیم برعکس میفخریم و میرقصیم و به چیزهای دیگر مشغول هستیم.